آخرین و بدترین کاری که یه نفر میتونه روی دستاش انجام بده اینه که به خاطر درد مچ دست یا کف دست یا انگشتا بره مچ دستشو جراحی بکنه به دستور پزشک و اسم بیماری هم براش میذارن تنگی تونل کارپاد که ناحیه مچ دست میگن تنگ شده، باز میکنن یه تنابی هست دور دست، باز میکنن اون تناب رو در واقع گشادترش میکنن دوباره میبندنش تا این گرفتگی اینجا در واقع از بین بره. این بدترین کاره. چاره‌اش چیه؟ چاره‌اش یه جور ماساژ خاصی که قبلا قول داده بودم توی پیج بهتون یاد بدم، این رو به مدت 10 شب 15 شب انجام بدید، این مسئله کامل برطرف میشه. این دستتو کامل بهم بده. ببینید هر شب قبل از خواب بیمار رو از این ناحیه، از اینجا تا اینجا، این ناحیه رو هر شب سشوار میگیرید، روغن سیاه دونه میزنید، خوب سشوار میگیرید که گرم بشه و بعد شروع میکنید به ماساژ دادن. دوستانی که مشکل تنگی تونل کارپاد دارن، این قسمت دستشون، این ناحیه، این عضله به شدت دردناکه، یعنی حتی طاقت یک ماساژ ساده رو هم ندارن و شروع میکنید به ماساژ دادن از این ناحیه اینجا به سمت بیرون، از اینجا به سمت بیرون. بیمار دردش میگیره، شما خیلی به درد توجه نکنید و شروع کنید به ماساژ دادن از اینجا به پایین، دیگه به سمت داخل نه، شما دستو نچرخون، به سمت داخل شروع میکنید ماساژ دادن. من فقط دارم مانورش رو براتون میخوام انجام بدم که ببینید. به سمت داخل، به سمت بیرون و اینجا به پایین، به سمت داخل شروع میکنید ماساژ دادن. چند شب این کارو انجام بدید، این گرفتگی و در واقع چسبندگی عصبی که تو این ناحیه است کامل برطرف میشه. از اینجور آموزش‌ها ان شاءالله بازم براتون میذارم.